به اداره پایگاه خبری بامداد یک صاحبکار تاجیک از شهر کیروف روسیه مراجعت کرد و خواهش کرد که برای پیدا کردن یک هموطنمان که پولهایش را دزدیده است کمک کنیم. بنا به نقل این صاحبکار جوان که نمیخواهد نامش برده شود، آنها در یک خانه چند تاجیک زندگی میکنند. چند وقت پیش آنها در این خانه به فیض‌الله نام جوان از شهر دوشنبه سال تولدش 1998 نیز جای دادند. فیض‌الله که در اصل فیض‌الدین نام داشته است، یک مدت در ساختمان کار کرده، دیگر بیکار بوده است و دیگر بچه‌های تاجیک همخانه‌اش از جمله این صاحبکار همیشه به وی یاردم میکردند. من از شهر مسکو به مدت 3 تا 4 ماه بار میگرفتم و در کیروف میفروختم. بعد فروختن بارها پولش را برده به صاحبانش میدادم و باز برای فروش بار نو میگرفتم. ولی فیض‌الدین با وجود آن همه یاردم که برایش میکردیم کورنمکی کرده در نمکدان ما توف کرد و روز 31 ینور سال جاری وقتی که من در جای کار بودم همه پولهای مرا دزدیده فرار کرد. در اصل این پول از من نیست، بلکه پول صاحبان مال‌هایی است که من برای فروش گرفته بودم. کورنمکی فیض‌الدین مرا در نزد شریکان تاجرم که باورم کرده مال میدادند خیلی زبان کوتاه میکند، چون که من توان دادن پول آنها را اکنون ندارم. نقل کرد صاحبکار تاجیک. او میگوید بعد فرار همخانه کورنمکش زن و فرزند او را پیدا کرده است، ولی همسرش هم از وی رو گردانیده است. به گفته جبردیده سخن درباره 2 میلیون روبل می رود که فیض‌الدین از وی دزدیده است. ما دلسوزی کرده هموطن گفته او را در خانه‌مان راه دادیم تا در کوچه نماند. من از کجا میدانم که خودم با دست خودم گرگ را در درون رمه راه دادم. او پی برده است که من پولهایم را در کجای خانه رست میکنم. وقتی نبودنم همش را برداشته برده است. نقل میکند صاحبکار. متاسفانه این جوان تنها مهاجر تاجیک نیست که در روسیه جبر هموطنهای به انصاف خود را کشیدند. هر ماه ده‌ها تن از مهاجران تاجیک از پول و مالشان را دزدیده یا در یگان کارخانه چند ماه کار فرمودن و پولشان را ندادن هموطنهای خودشان شکایت میکنند. همین طور ده‌ها قلاب از تاجیکستان هر کدام با نقشه‌های قلابانه به روسیه رفته همه چشم طمع به جیب مهاجران بیچاره دوختند. متاسفانه چنین هموطنهای بی انصاف باعث میشوند که مهاجران به هموطنهای دیگر خود از جمله به آنهایی که در واقع حالت تنگ دارند و به کمک نیاز دارند با چشم شبهه نگاه کنند و از کمک به او بیم و پرهیز کنند. صاحبکار جبردیده از کیروف میگوید به مقامات حفظ حقوق روسیه و هم تاجیکستان مراجعت کردنی است تا این دزد را پیدا کرده به جوابگری بکشانند. ولی پیش از رفتن به پلیس میخواهد یک بار دیگر به فیض‌الدین شانس بدهد. اگر ذره در ضمیرت انسانیت مانده باشد به نمکدان توف نکن و پولهای مرا برگردان. تا حال کسی با لقمه حرام به جای نرسیده است. امیدوارم که این اشتباه کرده‌ات را اصلاح میکنی. تلفن من 7 992 934 7375. مراجعت کرد این هموطن ما به آنی که پولهایش را دزدیده است. امیدوارم این پیام به فیض‌الدین یا سرکلانهای اولادش برسد و او را از خوردن حق مردم منع کند.